مالک بی ملک. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما هستیم. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما هستیم. جناب آخوند، عجب مالکیتی برای ائمه می تراشید. ایشان در طول حیاتشان نتوانستند سرزمین‌های دور و پیش خود را متصرف شوند. علی رضی الله عنه با آنکه خلافت را در دست داشت، قادر به تصرف سرزمین شام نشد. بقیه ائمه هم در طول حیاتشان نتوانستند حکومت مسلمانان را به دست بیاورند. حال چگونه مالک زمین بودند در حالی که هیچ ملکی نداشتند؟ اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما هستیم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمیدانی که پادشاهی و مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله است و شما جز او سرور و یاوری ندارید؟